زمان حال استمراری یا همون şimdiki زمان توی ترک استانبولی 4 تا نشونه داره. ایور، ایور، اویور و اویور. در حالت منفیش هم 4 تا شکل داره. میور، میور، مویور و میور. ما وقتی که میخوایم یک فعل رو به یک زمانی ببریم حتما باید اون رو از حالت مصدر بودن خارج کنیم. مصدر یعنی چی؟ فعل ها توشون در حالت عادی یا ماک دارن یا مک که این ماک و مک نشونه مصدر بودنشونه. چطوری باید از حالت مصدر بودن خارجشون کنیم؟ کافیه اون ماک یا مک رو از توی فعل پاک کنیم و ریشه فعل رو به دست بیاریم. مثلا فعل گل مک میشه گل، باک ماک هم میشه باک. و بعد میایم نگاه میکنیم به آخرین حرف صدادار اون ریشه فعلمون، یعنی به گل و باک نگاه میکنیم. آخرین حرف صدادار ریشه فعلمون اگر که آ یا او باشه بهش ایور میدیم، اگر ا یا ای باشه ایور، او یا او اویور، ا یا او اویور. در حالت منفی هم که یه دونه م میذاریم قبلش، یعنی مویور، میور، مویور و میور. برای صرف کردنش هم که ضمایرمون رو میاریم، ریشه فعل رو میاریم، نگاه میکنیم که کدوم یکی از اون یورها براش مناسبه و شناسه ضمیرهامون که کاملا ثابت هستش رو میاریم. میشه بن گلیوروم، یعنی من دارم میام. سن گلیورسون تو داری میای. او گلیور اون داره میاد. بیز گلیوروز ما داریم میایم. سیز گلیورسونوز شما داریم میای. اونلار گلیورلار، یا که بهتره بگیم اونلار گلیور، یعنی اونا دارن میان. اما در حالت منفی به جای اینکه ایور بیاریم یه دونه م قبلش میذاریم. بن گل میورم من نمیام. سن گل میورسون تو نمیای. او گل میور اون نمیاد. بیز گل میوروز ما نمیایم. سیز گل میورسونوز شما نمیای. اونلار گل میورلار، یا که گل میور اونها نمیان. برای پرسشی کردنشون هم که در حالت مثبت ریشه فعل رو میاریم، یور مناسبش رو میدیم و چون یور آخرین حرف صدادارش او هست پس پرسشی هامون هم مو میشن و بعد در نهایت شناسی هر ضمیر رو بهش میدیم. بنگلیور مویوم آیا من میام؟ سنگلیور موسون آیا تو داری میای؟ او گلیور مو آیا اون داره میاد؟ بیزگلیور مویوز آیا ما داریم میایم؟ سیزگلیور موسونوز آیا شما داریم میاین؟ اونلار گلیورلار مو یا گلیور مو آیا آنها دارن میان؟ تو حالت سوالی منفی هم که دقیقا مثل بالاه، فقط به جای که ایور بذاریم باید براشون یه دونه م بذاریم، یعنی بشه میور. بنگل میور میوم آیا من نمیام؟ سنگل میور موسون آیا تو نمیای؟ او گل میور مو آیا اون نمیاد؟ بیزگل میور مویوز آیا ما نمیایم؟ سیزگل میور موسونوز آیا شما نمیاین؟ اونلار گل میورلار مو یا گل میور مو آیا آنها نمیان؟ توی این فعل ما 2 تا استثنا داریم. یکیش برای فعل یمک و دمک هست، یعنی خوردن و گفتن. ما وقتی که میخوایم به اینها ایور بدیم نگاه میکنیم میبینیم ی و د خودشون به یه صدادار ختم شدن. از اون طرف پسوندمون هم با یک صدادار یعنی با ای شروع شده. در نتیجه برای اینکه این 2 تا بتونن کنار همدیگه بشینن اون آخرین حرف صداداره یعنی اون ای ها رو میندازیم، میشه یور و دیور. حالا هر فعل دیگه ما داشته باشیم که ماک و مک رو برداریم و اون فعل به هر صداداری ختم شده باشه حرف صدادارش رو میندازیم و بعد براش تصمیم میگیریم که کدوم ایور یا یور مناسب رو بیاریم. مثلا فعل سویلمک اش رو میندازم میشه سویل، حالا تصمیم میگیرم کدوم یور براش مناسبه میشه سویلیور، یا مثلا دینلمک میشه دینل، دینلیور، اوکوماک میشه اوک، اوکویور. و استثنای بعدی برای 3 تا فعل اتمک، تاتماک و گیتمک هست. اتمک انجام دادن، تاتماک چشیدن، گیتمک رفتن. زمانی که ما به این 3 تا فعل بخوایم یک پسوند صدادار بدیم، یعنی یک پسوندی بدیم که با صدادار شروع شده، تشون تبدیل به د میشه. یعنی به جای اینکه بگیم که اتیور میگیم ادیور، به جای اینکه بگیم تاتیور تادیور، گیتیور غلطه گیدیور. اما اگر پسوندمون با یک حرف بی صدا شروع بشه دیگه نیازی نیست که اون ت تبدیل به د بشه. نمیگیم ادمیور، میشه اتمیور، تاتمیور، گیتمیور و به همین سادگی.